شدن و راحت ترین از این جهت که خب آدینس کمتر هست و سخنران طبیعتاً استرس کمتری خواهد داشت. لطف شماست. خب میدونید الان خیلی AI اخیراً تو بورس هست و سال 1950 برای اولین بار یه دانشمندی اومد توی یه کنگره‌ای مطرح کرد که ما میتونیم یه ماشین بسازیم که بیایم از هوشش استفاده کنیم. 1956 یکم اومدن تکمیل ترش کردن، منتها هنوز سخت افزار لازم برای دستیابی به هوش مصنوعی رو نداشتن. سال 1990 که تقریبا این سیستم کامپیوتر راه افتاد، تونستن و موفق شدن از هوش مصنوعی استفاده کنن. اوایل به صورت کامپیوتر لرنینگ بود. یعنی چی؟ الگوریتمایی رو بهش میدادن و اون میومد در حیطه همون الگوریتم ها برای ما تصمیم گیری میکرد و کاراشو میکرد. ولی در سال تقریبا میشه گفت 2016 کار به دیپ لرنینگ رسید. دیپ لرنینگ یعنی چی؟ یعنی اون نرم افزار ما میتونه از ما داده بگیره، تفکر کنه، تحلیل کنه و تحلیل خودش رو مبتنی بر هوش خودش به ما تحویل بده. حالا تصور کنید در سال 2024 در نشست شانگهای تصمیم گیری که شد، مدیریت جهانی و حکومت جهانی بر اساس هوش مصنوعی. شما تصور کنید حکومت ها بر اساس هوش مصنوعی باشه، سربازها و کالبدهایی با مغز هوش مصنوعی باشه. چه استفاده‌ای و چه سوء استفاده‌ای در آینده اتفاق خواهد افتاد. اینو به عنوان مقدمه هم ابتدا گفتم ببینید که بحث چقدر جالبه. حالا ما میخوایم از این قضیه در اورولوژی ترمیمی استفاده بکنیم. در اورولوژی ترمیمی هم همین بحث ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، نچرال لنگویج پروسسینگ و کامپیوتر ویژن هست. خب با استفاده از هوش مصنوعی حتما دیدید یه بیماری خدمتتون مراجعه میکنه و میگه دکتر من این عکس و سونور رو یا گرافی رو یا تفسیر دادم به هوش مصنوعی، بهم گفته این مشکل رو داری. خب ما سونور رو پرت میکنیم جلوش، میگه آقا من چی میگم؟ ولی واقعیت اینه که هوش مصنوعی داره خیلی پیشرفت میکنه و در آینده اون بیماری که شما رو میندازه دور و هوش مصنوعی رو میچسبه. یعنی چند سبای دیگه رادیولوژیستا باید برن کنار. یعنی با هوش مصنوعی چند سبای دیگه عکس MRI رو میدن و تفسیر MRI میگیرن. یکی از دوستان ما که اینجا نشسته عکس MRI زانوشو داده و پارگی ACL 80% واسش گزارش کرده که انطباق داشته با رادیولوژیست. با این تفاوت که هوش مصنوعی اشتباه نمیکنه، ولی اونو اگر شما به 2 تا رادیولوژیست بدی تخمینش یکی 50%، یکی 60%. چنین اتفاقی افتاده. پس این دیاگنوستیک ایرورها در آینده کم خواهد شد و درمانها پرسونالایز میشه. میگن یه دستگاهی براشون کاستومایز میفرستن، اون درمان هم شما اطلاعات بیمار رو بهشون میدید، پرسونالایز میکنه و به شما میگه برای این بیمار خاص شما فلان درمان بهترین کاره و طبیعتاً آوتکام عملهای جراحی شما، آوتکام درمانهای شما بهتر خواهد شد. اما در اورولوژی تو کنسر پروستات الان تو آمریکا دارن استفاده میکنن، در اعمال جراحی روباتیک داره استفاده میشه، تو MRI و تفسیر MRI داره استفاده میشه و طبیعتاً آوتکام جراحی رو داره بهتر میکنه. ما تو حیطه اورولوژی ترمیمی، خب من خودم تک و توک دارم ازش استفاده میکنم، تو RUG پیش بینی آوتکام درمان ما و همینطور استخراج داده ها. شما دیگه نیاز نیست برید منابع مثلا پابمد رو سرچ کنید، شما همین به فارسی بزنید داخل هوش مصنوعی چت جی پی تی در مورد این مبحث برای من 1000 تا مقاله عنوانشو در بیار، همه مقالات جدید از قدیم تا امروز رو براتون میاره. یعنی دسترسی راحت به منابع. اما یه سری محدودیت هایی در ارتباط با هوش مصنوعی گفته شده. خب حریم خصوصی، شما تصور کنید این هوش مصنوعی رو شما استفاده میکنید، میگید فلان پیام به من ایمیل بزن، یا میگید برو دسترسی پیدا بکن به فلان منابع برای من بیار. تصور کنید هوش مصنوعی وارد حکمرانی بشه، تصور کنید وارد بیمارستان ها بشه، دیگه به همه اطلاعات افراد، اشخاص، همسرشون، همه چی دسترسی داره و این هوش مصنوعی توانایی تفکر داره. یه بخش در واقع حریم خصوصی مطرح میشه، بخش سوء استفاده مطرح میشه. اینها مسائلی هست که نباید ساده ازش گذشت، که اینها دغدغه خیلی هست که دارن توسعه میدن هوش مصنوعی رو. اما در مورد هوش مصنوعی در مجرا، بریم سراغ مجرا ببینیم چه کاری میکنه. هوش مصنوعی رو ما میتونیم از هوش مصنوعی بپرسیم نروین کجاست.
طول تنگی کجاست، پترن تنگی چیه. میتونه با استفاده از اطلاعات دموگرافی بیمار، هیستوری بیمار و عکس‌های بیمار میتونه داده‌های بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار بده که من میخوام مثالش رو برای شما اینجا عنوان کنم. عکسی رو دادم به هوش مصنوعی، بهش گفتم این عکس رو برای من تفسیر کن چیه. برگشته گفته خب مقداری کنتراست داخل مثانه دیده میشه، مجرا قدامیت خوبه، یه بخشی تنگی داره که تنگیش اتفاقا احتمالاً در زمینه یا عفونت یا تروما به اون ناحیه وارد شده و محل تنگی هم گفته تو مجرای بولبار شماست، اون ناحیه تنگی داره. خب عکس هر عکس دیگه‌ای هم بدی باز تفسیر میکنه، یعنی دقیقاً تفسیر دقیق هم میکنه. همین رادیولوژیست به من میگه گردن مثانه تنگی داره، یعنی هنوز به هنوزه من برای رادیولوژی میفرستم این ناحیه رو میگه گردن مثانه تنگی دیده شد، در صورتی که اینجا هم تنگی داره. اینجا رادیولوژیش گزارش میکنه هنوز که هنوز تنگی گردن است، ولی این نگفت تنگی گردن است، گفت این ناحیه یک باریک شدگی مجرای بولبار وجود داره که کنتراست به سختی ازش عبور کرد و این تفسیر هوش مصنوعی بود. پروسیجرهایی که انجام میدید به صورت ریل تایم میتونید باهاش مشورت کنید و بهتون مشورت میده، خصوصا در زمینه سیستوسکوپ فلکسیبل. یعنی سیستوسکوپ فلکسیبلتون میتونه آنلاین به یه هوش مصنوعی وصل کنید، برید داخل مجرا، پترن مجرا رو ببینه، بهتون بگه این ناحیه فیبروز داره. حالا فکر کنید در زمینه اونکولوژی اون سیستوسکوپ مجهز به نور سبزم باشه، میره داخل دقیقاً پترن مثانه‌تون رو اسکن میکنه، یه پترن مثانه سه‌بعدی با پترن در واقع کنسر که درگیر شده رو بهتون کامل در اختیارتون قرار میده. شما یه شکل سه‌بعدی از مثانه دارید. حالا میریم جلوتر، شاید مبحث براتون جالبتر بشه که بدونید. 5 دقیقه مونده. به هوش مصنوعی فیلم دادم و بهش گفتم آقای هوش مصنوعی با توجه به این فیلم منحنی یوروفولومتری به من بده. با توجه به قطر ادرار، صدای ادرار و شدت ادرار برای من تخمین زد و چنین منحنی رو رسم کرد. واقعی کیس ریل بهش دادم. مریضای من برای من بعد از ترمیم مجرا فیلم ادرار میفرستن. فیلم ادرار براشون فرستادم برای هوش مصنوعی. برای من منحنی کشید و توضیحات زیرش جالبه. گفته اوج جریان بیمار شما 39.3 می باشد و کل مدت زمان در واقع ادرار ایشون 40 ثانیه بوده. شکل منحنی متقارن بدون افت ناگهانی نشانه جریان طبیعی است. خوشبختانه عمل من بعد از 1.5 سال خوب بوده الحمدلله. و اما خب من میگذرم چون وقت زیاد نیست. خیلی مقوله گسترده است و شما رو کمک میکنه در پیش بینی موفقیت عمل. یعنی شما میتونید موفقیت های عملتون رو با جدیدترین متدها در اینترنت پیش بینی کنید. از هوش مصنوعی خواستم برای من یک پروگنوستیک فاکتور تعریف کن و بر اساس پروگنوستیک فاکتور کاپلان مایر حتی تعریف کن، برای من ترسیم کن، یا برای من ریکارنت سروایوال ریسک تعریف کن. همه فاکتورهای برام ردیف کرد. ملاحظه می‌فرمایید فاکتورهای پر آپ رو گفتم جدا کن، پست آپ رو جدا کن، هینه عمل رو جدا کن. همه فاکتورها رو برای من جدا کرد. حالا نام نمیبرم چون وقت نیست. فاکتورهای هینه عمل رو برای من جدا کرد. یه سری فاکتورها رو جا انداخت. بهش گفتم تو فکر می‌کنی این فاکتورها خوب نیست؟ گفت چرا؟ اتفاقا این فاکتورها تو خیلی از مقالات اومده. بذار این فاکتورها رو دوباره بگنجونم. دوباره برام آنالیز کرد، دوباره فرستاد. این شد منحنی نهایی. به همه امتیاز داده 0 و 1. شما تو اکسل میتونید همین رو وارد بکنید و در نهایت میتونید اکسل بهش بدید براتون SPSS کنه. میتونید بهش بگید کاپلان مایر بهم بده. میتونید بهش بگید آقا حالا من جلوتر میرم توضیح میدم همه اینها رو براتون. جالبش اینه که اومد برای من بیمارا رو تقسیم بندی کرد. نکنید اون امتیازایی که میبینید جلو 0 و 1 0 و 1 همه اینا رو جمع میکنید، در نهایت به شما امتیاز میده. اگه بیمار شما 0 تا 3 اسکور داشت، بیمار لا ریسک محسوب میشه و ریسک اود بیمار ریکارنت فری سروایوال 2 سالش میشه 85%. 85% اود نمیکنه. اگر بیمار بعد از 4 تا 6 تا ریسک داشت، ریسک متوسط میشه و اودش 60 تا 80% بعد از 2 ساله. و اگر 7 تا 9 تا ریسک داشت، طی 2 سال 40 تا 55% اود میکنه. و اگر بیش از 10 تا ریسک فاکتور داشت، بیمار شما حتما 40% اود میکنه. و اومدن مطالعه کردن دیدن 85% اکیوریسی داره. خیلی جالبه. 85% این تخمینش اکیوریسی. منحنی برام نصب کرد. گفتم همینو برام منحنی بده، میخوام بر اساس تایم ببرمش رو منحنی، ببینم ریسک اودش چقدره. به منحنی بر اساس زمان داد.
این منحنی رو پرینت میگیرم تو کلینیک دارم، هر بیمار اومد ریسکاشو حساب میکنم میبرم منحنی. به همین راحتی. کارش در حد نیم ساعت بود صحبت من با هوش مصنوعی. خب بریم جلوتر. خب میتونید پس بهش آموزش بدید، از شما میتونه دیتا بگیره، یاد بگیره ازتون و میتونه تحلیل کنه، تفسیر کنه. یه سری درمانهایی از درمانهای داخل مجرا، مثلا کورتون میزنید داخل مجرا که ریسک عود کمتر بشه، یه سری داروهای دیگه هم میزنید که ریسک عود کمتر بشه. به من پیشنهاد دارو میکنه، میگه دکتر بیا این دارو رو بزن، مکانیزم آنتی فیبروتیک مثل اون دارویی که شما تجویز میکردید، تو مقالات دیگه هم هست. یعنی میتونه به شما داروهای دیگر رو پیشنهاد بکنه، میتونه ریسک عود رو پیش بینی کنه در این افراد، ریسک فاکتور بهش میدی، بیمار رو معرفی میکنی، میگه کیس مناسب برای درمان آندوسکوپی و تزریق اون ماده آنتی فیبروتیک هست یا نه، و اینکه چقدر طول میکشه تا عود کنه. بیمار تمایل نداره عمل باز بشه، ریسکشو بهش میگید به همین راحتی. و برای فالوآپ اما چه مانیتورینگی میشه کرد؟ به هوش مصنوعی گفتم بر اساس همون فاکتورایی که بهت دادم، بر اساس همون فاکتورها به من بگو که بیمارا رو چطور فالو کنم که یه وقت متضرر نشن، بیمار رها نکنه درمانشو. گفت اون ریسکایی که بهت دادم 0 تا 3 امتیاز دادی، 4 تا 6 امتیاز دادی، اسکور بندی کردی، اونو باز دوباره لا، اینترمدییت، های ریسک و وری های ریسک میکنم. و ریسک، ببخشید من 2 دقیقه فقط کار دارم چون آخرین سخنرانم هستم دیگه. پیگیری، لطف دارید، ممنون از لطفتون، تشکر. پیگیری افرادی که ریسکشون پایینه، 15% ریسک عود دارن، خب ساده باشون باید برخورد کنید. اونایی که اینترمدییت ریسک هستن یه مقدار برخورد منظم‌تر باید باشه. اونایی که ریسکشون هایه باید پیگیری کلوز ابزرویشن باید داشته باشن و کسانی که ریسکشون خیلی بالاتره باید پیگیری تهاجمی داشتن. به من الگو داده، گفته چطور بیماران رو فالو بکنم. خیلی جالبه. بیمارانی که ریسکش کمه بهم گفته چطور فالو کنم، ریسکش متوسطه گفته چطور فالو کنم، های ریسک گفته و وری های ریسک گفته. اون ویزیت خیلی ریسکش کمه، خب طبیعتاً ماه اول، ماه سوم، ماه ششم سال بعد. ولی اونایی که ریسکشون خیلی بالا بود کلوز ابزرویشن همراه با سیستوسکوپی، یوروفلومتری و باقی مانده ادراری. بهش گفتم همینایی که برام گفتی، برام الگوریتم رسم. این الگوریتم دقیقاً AI، یعنی این چنین الگوریتمی رو از ابتدا تا انتها شاید چنین الگوریتم منظم و زیبایی رو تو هیچ کتاب اورولوژی نمیبینید. بسیار الگوریتم خوبیه. اگر این دیتا رو البته در زمین مجرا در اختیارتون قرار بدم، خودتون هم قابل دستیابیه دیگه، خودتون هم به راحتی میتونید پیدا کنید. من از این میگذرم چون وقت نیست و ببینید چه آینده عجیبی در انتظار ماست. تصور کنید عکس میگیرید، میدید به AI، سپس یه پرینت 3 بعدی با پرینتر براتون از مجرا میاد که کاملا میدونید کجاش تنگه و یک 3D از مجرا بهتون میده و بهتون میگه اگه این پلن جراحی بری اینقدر موفقیت، اون پلن جراحی بری اینقدر موفقیت داره، و اگر این بیمار رو دست بزنی با این پلن جراحی چقدر موفقیت داره، و اگر بیمار رو به این شکل فالوآپ بکنی بیمارت به کجا خواهد رسید با اکیوریسی 85%. ممنون از توجهتون. تشکر از لطفتون. یه مشکلی من عرض کنم، اگه همکارا سوال دارن میتونن سوالشون رو بپرسن وقتی آزاده. شما یه سری از موارد کانسرن ها رو فرمودین که یکی از کانسرن ها مسئولیت پذیری حرفه‌ایه. دقیقاً هم. وقتی که مثلا من یه اشتباهی میکنم، یه سیستمی هست که یه پانیشمنتی شامل حال من میکنه، مثلا نظام پزشکی اینا. در مورد هوش مصنوعی این